سلام. امروز اومدیم یه گالری سکه را بهتون معرفی بکنیم. گالری سکه آقای غلامی تو شهرستان مهریز معروف به شامندر. بیاید بریم سراغشون. آقای غلامی سلام. سلام. ماشاءالله روم خدا. چقدرم سکه جمع کرده. سلامت باشه. این سکه از چه زمانیه تقریبا؟ زمان پهلوی و جمهوری اسلامی به یه سکه‌های خارجی کلا با اسکناس‌های خارجی به جمهوری اسلامی به زمان پهلوی. یعنی 30 ساله که داره شما سکه جمع می‌کنه. 32 ساله بله. چرا علاقه داره؟ بله. انشالله که هم علاقه هم به حضورتون عرض کنم که یادگار قدیمی ها و نگهداری تاریخچه و تاریخ همه میتونم بیان گالری رو ببینم؟ همه انشالله در آینده نزدیک بله هم بتونم بیان ببینم هم سفارش آلبوم سکه به اسکلاس هم بدم در خدمت شما. بله. خب پس بیاید گالری خصوصی سکه آقای غلامی معروف به شامندر.